در این محفل صمیمی و بیریا باید هر کسی متاعی ارائه کنه و اگر سر باز بزنه و یا نتونه باید تاوان اون رو بپردازه. این سنت جالب با نامهای رجخانی، رجتبری، گلی به گلی در بعضی از مناطق مازندران معموله که در منطقه مورد بحث این برنامه به اون رجخانی میگن. با سلام خدمت عزیزان، اینجا منطقه چلوکو و محله گنگرچکلاس و این عزیزان همشون گنگرچکلایی هستن و امشب رو به خونه ما تشریف آوردن. شب نشینی به اصطلاح ما شب نشینی دور هم باشیم و برنامه رجخانی رو یا رجخونی اینجا اجرا بشه. جان قتل ای جان او مناوا تر بالا در مجالس رجخانی زمانی که جوان یا نوجوانی هنرنمایی میکنه به نشانه آرزوی برگزاری آیین عروسی برای او به طور دست جمعی فریاد موسوم به کل ونگ رو سر میدن. کسانی که در محفل رجخانی شرکت می کنند همیشه دارای صدای بسیار خوب نیستند، اما خوندن یا زمزمه کردن نواهای خاص مازندرانی مثل امیری، طالبا و نجما هر کدوم به اقتضای سن و سال افراد عمومیت داره. آید تا بلبایل به دست آمده ها شد ای همزه هم برام جان